سلام به روی ماهتون. من مرسا هستم. به جلسه پاکسازی و فعال سازی چاکرای تاجی خوش اومدین. امروز با هم سفری آروم و درخشان رو آغاز میکنیم. سفری به سوی آگاهی، آرامش و ارتباط با خرد الهی درونمون. ازت میخوام که در یک جای راحت و آروم بنشینی یا دراز بکشی. پشتت حتما صاف و کشیده باشه. دستهات رو روی زانوهات قرار بده. کف دستها رو به بالا باشه. این نشونه آمادگی و پذیرش توه. چشمای نازنینت رو ببند و فقط اجازه بده بدنت آروم باشه. یک دم عمیق بگیر. هوا رو وارد شکمت کن. بعد ریهات و حالا با بازدم همه تنش ها رو رها کن. دم عمیق بگیر. بازدم. دوباره یک دم عمیق. بازدم. احساس کن هر بازدم آرامش بیشتری بهت میده. الان فقط آگاه باش به تنفست. بدون اینکه تغییرش بدی فقط نگاهش کن. هوای خنک دم و هوای گرم بازدم. از بالای سر تا نوک انگشت‌هات رو اسکن کن. هر جا تنش یا فشار حس می‌کنی نور بنفش یا سفید رو به اون ناحیه بتابون. با هر دم نور رو وارد کن و با بازدم سنگینی ها رو رها کن. انگار هر بازدم تاریکی ها رو از بدنت خارج میکنه. الان کل بدنت در آرامشه. ذهنت ساکته و فقط توی لحظه ای. حالا تمرکزت رو بیار بالای سرت. دقیقاً در جایگاه چاکرای تاجی. مرکز ارتباط تو با آگاهی الهی. در اون نقطه نوری درخشان و بنفش رو ببین که آروم در جهت ساعتگرد میچرخه. با هر دم نور قوی تر میشه و با هر بازدم انرژی های کهنه ازت دور میشن. دم. بازدم. تصور کن در بالای سرت گل نیلوفری هست با 1000 گلبرگ درخشان. گلبرگ ها یکی یکی باز میشن و از میانشون نوری طلایی و بنفش بیرون میاد.
این نور از تاج سرت وارد بدن میشه، گردنت، شونه‌هات، سینه‌ت، دست‌هات، شکم، پاها و حالا تمام وجودت در نوری گرم و درخشان غرق شده. در این لحظه در آغوش نور الهی هستی. به آرومی با من این جملات رو یا در ذهن یا با صدای آروم تکرار کن. من توسط نور الهی احاطه و محافظت می شوم. این نور تمام وجود مرا تغذیه می کند. من با قرار گرفتن در نور الهی هر لحظه قوی‌تر و روشن‌تر می شوم. من به خرد درونیم اعتماد دارم. من با جهان پیرامونم در هماهنگیم. من لایق عشق، نیکی و موفقیت هستم. من مسیر معنویم را می شناسم و با اطمینان در آن گام برمی دارم. من می شنوم. من اعتماد می کنم و همانطور که هدایت شده ام عمل می کنم. حالا اجازه بده این نور در درونت جریان پیدا کنه. به هر سلول، به هر فکر، به هر احساس. بذار تمام ذره‌هات در نور حل بشن. اگر افکاری میاد فقط ببینشون و بذار برن. در اینجا فقط تویی و نور. حالا دم بگیر، نور رو از بالای سرت وارد کن و با بازدم اون رو از کف پاهات به زمین بفرست. نور زمین رو تغذیه میکنه و تو رو به انرژی جهان متصل میسازه. دم، بازدم. چند بار این چرخه زیبا رو تکرار کن. نور سفید یا بنفش کل وجودت رو فرا گرفته. تمام باورهای منفی، تمام تردیدها در این نور ذوب میشن و از بین میرن.
حالا تو شفاف، آروم و درخشان شدی. با شمارش من از 1 تا 10 نور چاکرای تاجی کم کم کوچکتر میشه و به اندازه طبیعی خودش برمیگرده در تعادل در بالای سرت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 به آرومی به بدنت برگرد. احساسش کن. به صدای نفسهات گوش بده. به اطرافت آگاه شو. و هر وقت آماده بودی پلک چشم‌های نازنینت رو باز کن. تو در نور هستی. تو نور هستی و از این لحظه به بعد برای همیشه در نور گام برمی‌داری. بهت تبریک میگم نور خدا. چاکرای تاجی تو الان پاکسازی شده. برای دریافت نتیجه بهتر حتما این مراقبه رو تا 7 شب تکرار کن. در پناه دارماهاتون باشین و ناماسته.